ستاره زرین اما ضرور مچه. یکی از اکای سعید رو مردک میگه و یکی از اکای کامیل رو باید اوزیجو امخته شدگیم راستی گپ با مقصدم رسیدم. ای یاری دل آزارم منم عاشقی زارم او درده که تو داری او دردم هم دارم. خوب اپای من جبونو برای شما دشواری ندارد چون هر روز با آن همین من الف با میخوانم برا کیه؟ من ویم وام. من کلان میشوم قهرمان میشوم. ای بچه وعدتی عجب لب شکری. درود و سپاس عزیزان دل. برنامه گل ناز را از سامانه فرهناز لایف پیشنهاد شما میگردانیم. مهمان امروزه ما هستند منیژه از روی عربشاه. سلامت باشین. شما رو خوش آمدید میگیم به برنامه گل ناز. رحمت کبا فراموش جان. سلامت باشن. اپا جان برنامه گل ناز رو تماشا کردید؟ بله. خوب میدونید چگونه شرط ها دارد. سلامت باشن. اپا جان خوب اگر حاجت به فهماندن نیست شروع میکنیم. شرط اول سرودخوانی. خوب اولین سرود رو من میخوانم. آخرش با کدام حرفی که تمام شد شما سر میکنید. خب یکی اگر ندونیم چی؟ باید یک کس در بین غالیب براید. کدامی که غالیب میبرد توفه انتظار است. خب ستاره زرین اما ضرور مچه. دخترات قریب اما غریب مچه. بله. ای یاری دل آزارم منم عاشقی زارم. ای یاری دل آزارم منم عاشقی زارم او درده که تو داری او دردم هم دارم. او درده که تو داری او دردم هم دارم. مرا محبت تو کشت منم اسیر یا نگاه. نگو سخن درشت مگو که عاشقی گناست. تا تو را دیدم جان تا تو را دیدم تا تو را دیدم جان تا تو را دیدم. سخنای کم و زیاد ای پریزاد است شنیدم جان تا تو را دیدم. هی سخنای کم و زیاد ای پریزاد است شنیدم جان تا تو را دیدم. بهترین بومه. مرو از من حبیب من با درد من طبیب من. نه قطعا دو مصرا میگم پای من. نه بله. نازنی نازد به نازم تا ابد بیمان کنارم. فدای حسن و جمالت من به عشق تو بنازم. با میکردی میکردی سرود هست دیگه. نه من کلان میشوم قهرمان میشوم بر وطنی خودم پاسبان میشوم. مرحبا. من الف با میخوانم برا میخوانم. الف با این صورتش بهترین قبول. توبه. رفتم به سفر من از دیارت گفتم که برایت هدیه بیارم. بومه. خب 10 ثانیه وقت داره پای من چه. یک قلبه استماع شیرین میکردی دوشت میخدم. 2 3 مخلصانی عزیز. مفتونم کردی خماری بچه دل خونم کردی خماری بچه. عاشق زارتم بجان خریدارتم. عاشق زارتم بجان خریدارتم. مفتونم کردی خماری بچه. یک جهان تشکر زیاد. زنده باشین. بهترین آواز. آخرش با چه حرف بود؟ بیما باختم به فکر من. سلامت باشین. غالی بر اومدین. مبارک باشد اپا جان. خب میگذاریم به شرط دیوم. یک چند سوال ها رو به شما پیشنهاد میکنم. خب آید کارتان. خب اپای من جبونو برای شما دشواری ندارد چون هر روز با آن همین صحنه های حجو بازی کردن یعنی که در نقش هایی که حجو مجبور است باید شما بیننده رو خندانید. دشواری ندارد؟ راستیگه فرهناز جان اول بود دشواری میکرد. اوزیجو امخته شدگیم راستیگه در نظرم نمیتوه. چه امخته شدگیم. خب
خب سوال دیگر به من یک تا مخلص ان سوال رو پیشنهاد کرد که به شما بدهم، چون در همه رول یکی از اکای سعید رو مردک میگوید و یکی از اکای کامل رو و اکای عموما مردک میگوید با آنها نقش بازی میکند و چگونه است آن همین نقش آفردن با همه آنها و در بیرون شما رو چگونه قبول میکنند؟ راستی گپ اکا وای صحنه های خب مقصد ما صنعتکاریم، صنعتکار را باید بفهمه ای صنعت بیره نمیفهمن که مثال در صنعت چی گپه لیکن مقصد ما سعدی را اکای کامیله اکای سنت اکای فخرین همشون رنگ اکان دمه لیکن وای صحنه که وای چی رو لیک دمه میتیم ما ولی بازی میکنم لیکن بسیار کسا میگن که سعدی را مردک میگی وای شوته کامیله مردک میگی شوته نه همه وای برادرای من سلامت باشن. میدونید اپای من جوانو چرا میخواهم بفهمم که عموما در آن همین ساحه که شما هستید یا کس شده است که حالتی که سخت اون کس شما را رنجانده باشد رنجیده باشد از اون کس برای صنعت بله عموما در راه صنعت از بیرون از آن است که دل آزرده شده باشد و بگید که انا همین هنر رو ترک میکنم. نه حالا نشده نه و پشیمون هم نیستید از انتخاب کرده هنرتان؟ ما این کسب صنعتکاری ما ای خوردی صنعتکاری را کسب مقصد ذوق داشتم لیکن با مقصدم رسیدم. خب سلامت باشد. چی داد آن همین هنر حجو نگار شدن با شما؟ چی راه خوبی را داد چی راه بدی را داد برای شما؟ ما در راستی گپ همین قشرهای خوبیم همین قشر ما در چیه که با همه صنعتکارا شناس شدم دوست شدم. مثلا ما ویا را در تلویزیون میدیدم در کنسرت ها میدیدم. خدا با شکر میکنم که چی صنعتکارایی که میشناسم حرمت میکنن حسابی که خوبی من رسیدگی ممکن که خوبی من رسیدگی نباشه خیلی حرمت چون میکنن و یگان در ندیدم. خوب بدی ندیده؟ نه انشالله که هیچگاه نمیبینه. خب چی نقشه ها دارد در جده آن همین صنعت؟ در نقشه هم همیه که میخوام که سرودای خدمت کنم پیشکش مخلصا برارم میخوام که کوشش کنم میخوام که کنسرت خدمت بدم همه چیزا میخوام. خب اپای من جوان چون این گفتم من برایم یک سوال اومد چرا شما مس انتخاب کردید حجو نگار رو حاضر باشد میبینیم که شما سرود هم میخونه چگونه این انگیز در دل شما؟ راستی گپ چند کس مرا گفتن که مقصد منجد خطری هم خیلی هستی که همه طرفای دست هنر میبیا هم حافظگیش هم میتونی هم صنعتکاری هم صنعتچه بازی کردن هم میتونی خیلی بعد بدن آدمایی که مثال گپ ما پرسیدم شونه گفتن من جبونو تو میتونی همین کارا و داش میبرای مرحمت صنعتچه بازی کنه سرود هم حافظگی مقصد کردن میگه. خب اگه پیشنهاد کردید اگه سرودی که برای مخلصان آیا اگه کلیپ است که اگه سرود است نصیب کردگی باشد اگه سرود کردگیم یک تاشا نصیب خدا خواه با نزدیک کلیپش میکنم پیشکش مخلصان خدا خواه اگر مخفی نباشد برای آن همین مخلصان سامانه فرهناز لایف آن همون سرودی که حالا تیار کرده است یک 4 یا 8 مصرعش رو پیشنهاد میکرده. ای بچه وعدتی عجب لب شکری سوزاندی هزار روز دنبال منی ای بچه وعدتی عجب لب شکری سوزاندی هزار روز دنبال منی تو قهر و غضب داری بکار دل من تو قهر و غضب داری بکار دل من ای من دل به تو دادیم تو به خبری ای من دل به تو دادیم تو به خبری بیا بیا ای بچه وعدتی با یک نگاهی بنازد دل و جان من میبری بیا بیا ای بچه وعدتی با یک نگاهی بنازد وشو یاد من میبری وشو یاد من میبری ای بچه وعدتی تو را یاد کنم پشتی خانتان روم و فریاد کنم ولی جوابم ندهی فریاد کنم ولی جوابم ندهی ای یک نگاهی پرش که تو را یاد کنم ای یک نگاهی پرش که تو را یاد کنم. یک جهان تشکر زیاد. زنده باشین سلامت باشین به نهایت آوازی خورم اپا جان. خب میگذاریم به شرط سیوم. شرط سیوم اپا جان آن همون نقشه رو که خودتان دوست می‌دارید آن هم را بازی می‌کردید. نقش صنعتچومونه؟ بله.
من راستی گپ همه سنچه‌مون همه نقشامون نقض می‌بینیم همه نقشامون هستیم اگر همون سنچه در منم نباشم که منم میمونم همه سنچه‌مون نقض می‌بینیم و خاک توقع چرا بازی کنم مرحمت راستی گپ فرانوز جان این سنچه که از من بازی میکنم در خانه اکای دوست برو چون بودیم در سنگتوده موندیم با ما بازی میکنیم خیلی سلام علیکم سلام یکم کسی از خونه تونده کیه من ویم وام و در خطای رسیدیم کو اگر که باز استادا می بودن بسیار خوب میشده که خاک بخشش زیاد که به استاد خوب تو قم قبول کردم میتونم سلامت باشین اپا جان چی گفتنی ها داره در آخر برنامه چگونه و پسند آمد و یا نه راستی گپ فرانوز جان برنامه تون بهترین برنامه سلامت باشین رحمت ترم سلامت باشی که هزار رحمت کلان تدام مخلصادم که ما را دعوت میکنین در همه برنامه ها ما اشتراک میکنیم کمی هم باشه وقتی مخلصا را خوش میگردونیم زنده باشین سلامت باشین کسی که اگر که فرانوز زنگتون میزنه برای برنامهش نگیم بیایم بهترین برنامه زور بهش وقتی خودتون هم خوش میشوه سلامت باشین زنده باشین بار دیگر خوش آمدین اپا جان خب تماشابینان عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه گل ناز تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بماند خیر دوستان عزیز